پژوهشگران هاروارد چیزی رو توضیح میدن به نام تروماباند که من این رو دلبستگی آسیبزا ترجمه کردم. تصور کن شریک زندگیت یهو سرد و خشن و بی‌توجه میشه، تو احساس ترس و ناامنی میکنی، بعد یهو با محبت و توجه برمیگرده. این چرخه باعث میشه که مغزت هورمون اکسیتوسین و دوپامین رو ترشح بکنه، همون مواد شیمیایی که حس امنیت و عشق میده. نتیجه مغزت دچار اعتیاد میشه. این نشون میده که وقتی شما در یک رابطه سمی گرفتار میشی و گیر میکنی، نشونه ضعف نیست. این نشون میده مغزت گرفتار دلبستگی مخرب شده.